به به این حنجره، اینجاست اون جایی که من دیوونه میشم و عشق میکنم با همچین سبکای آهنگی. غیری لیلا بر نیامد از لبم، با صلیب عشق دارم کرده، بر صلیب عشق دارم کرده ای. چه صدای خوشی دارن. به 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 به. چرا انقدر دیر ما هنرمندان رو میشناسیم و خوشحالیم که میشناسیمشون، خوشحالیم که میبینیمشون، پیشنهاد میکنید و دور هم دیگه تماشا میکنیم، لذت میبریم. بعضی صداها من در این بازی چه دیگر نیستم. جان کشش صداش خیلی دوست داشتنیه. اینجور هنرمندان ما در ایران اسمن قدیم هم بودن و هنرمندان بسیار محبوبی ما تو این ژانر داریم. عباس قادری، ایرج. درود بر نگاه قشنگتون، خوش برگشتید به چنل خودتون. پریفان میوزیک هست و برگشتیم با یه پیشنهاد بسیار جالب، پیشنهادی که فکر میکنم برای من خیلی سورپرایز کننده است. افضل شودیف، یکی از اون هنرمندان مثل این که کارکشته و کار درسته تاجیکستان رو قراره با هم ببینیم و یک اجرای لایو رو تماشا کنیم، گپ بزنیم. اگر از ویدیو ما خوشتون اومد لایک رو برای ما بزنید و نظراتتون رو مثل همیشه توی کامنت ها بنویسید که بشینیم اینجا و دور هم دیگه ایرانی و افغانستانی و تاجیکستانی و همه موزیکا و اتفاقای باحال و تیک تاک و همه چی رو ببینیم و لذت ببریم. این تایم رو بریم و تماشا کنیم. Добро пожаловать в радиохолл нового радио. روسی نباشه. Живая среда на новом. таронаи навбатӣ кадом тарона мешавад устод? یک سرود درباره ناله مجنون با لیلیو، صحبت مجنون با خداوند. بهترین. به به. اوه تار ساز دستش، این ساز تاری که حالا توی ایران ما به عنوان تار میشناسیمش. فکر کنم آره خودشه سازی که چوبیه، سیمش تعداد کوکاش و روی پوسته گاو روش میکشن و چه صدایی داره و خود استاد مینوازه. زنده باد. چه سورپرایزی. اوه جانم هستی. یک شب مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مستی مستش کرده بود، فارغ از جامی الستش کرده بود. سجده زد بر لبی درگاه بود، پرزی لیلا شد دلی پر آهی او. گفت یارب از چه خارم کرده ای، با صلیب عشق دارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. چه صدای خوشی دارن. به 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 به. چرا انقدر دیر ما هنرمندان رو میشناسیم و خوشحالیم که میشناسیمشون، خوشحالیم که میبینیمشون، پیشنهاد میکنید و دور هم دیگه تماشا میکنیم، لذت میبریم. بعضی صداها واقعا از دل بیرون میان. ایشون نمیشه بگید داره فنون بی‌نظیر اجرای خواندن رو اجرا میکنه، ولی اجراش فوق‌العاده قشنگه. و کنارش دوستان عزیزی که دارن ساز بینوازن، از این دوست دف دستمون، دف و دایره، اون کسی که پشت کیبورد و ارگ نشسته، آکاردئون مینوازه دوست دیگرمون، و ویولون، همگی مشخصا یه تیم به نظر میرسن. اینجوری به نظر میرسه هم قدیمی و دوست داشتنی. به به.
دستم داده ای من در این بازی شکستم داده ای نیشتر عشقش به جانم میزنی دردم از لیلاست آنم میزنی دردم از لیلاست آنم میزنی شعر رو ببین هستیم زین عشق دل خونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن به 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 پر از احساس من در این بازی چه دیگر نیستم جان کشش صداش خیلی دوست داشتنیه. اینجور هنرمندان ما در ایران اسمن قدیم هم بودن و هنرمندان بسیار محبوبی ما تو این ژانر داریم. عباس قادری، ایرج، استاد غلام حسین خواجه امیری اگه اشتباه نکنم، عرضم به حضورتون. استادان زیادی داشتیم و کلی هنرمند، جواد یساری، کوچه بازاری میگیم به این سبک و واقعا اینجایی که صداشون رو میندازن تو گلوشون بهترین و زیباترین حالت از صداشون بیرون کشیده میشه. دقیقا همینجا. من در این بازی چه دیگر نیستم این تو و لیلای تو من نیستم گفت ای دیوانه لیلایت منم در رگی پنهان پیدایت منم سالها با جوری لیلا ساختی من کنارت بودم و نشناختی من کنارت بودم و نشناختی عشق لیلا در دلت انداختم صد خماری عشق یک جا باختم هر دمت آوارهی صحرا نشد گفتم آقیل میشوی اما نشد گفتم آقیل میشوی اما نشد به به جان بریم هنرنمایی. صدای تا رو ببین. سوختم در حسرتی یک یار بر غیر لیلا بر نیامد از لبم به به این هنجره اینجاست اونجایی که من دیوونه میشم و عشق میکنم با همچین سبکای آهنگی. شب او را صدا کردی ولی دیدم آن شب با منی گفتم بله مطمئن بودم به من سر میزنی در حریمی خانه‌ام در میزنی حال این لیلا که خارت کرده بود در سی عشقش به قرارت کرده بود مردی را هم باش تا شاهد کنم مرد را هم باش تا شاهد کنم صد چو لیلا کشته در راحت کنم صد چو لیلا کشته در راحت کنم.
یعنی 100 بوسه و ماچ تقدیم شما استاد عزیز ما جناب افضلشو شودیف، اگر اشتباه نکنم فامیلشونو. بسیار صدای خوش، بسیار آهنگ زیبایی و چه شعر با مسمایی. میگه که اینجوری خدا پاسخ مجنون داد بالاخره که تو بیا سمت من پادشاهت میکنم، صدها لیلا رو در راحت عاشقت میکنم. چقدر زیبا بود اجراشون، چقدر شنیدنی بود و من هنرمند مورد علاقه این سبک خودم رو در کشور تاجیکستان فکر کنم پیدا کردم. هنرمندان قدیمی یک صفا و حس خاصی داره، بالاخره حالت نوستالژیک داره، خاطر انگیز داره و ایشون هم یکی از اون خوبان بود. گرچه این اجرا قدیمی نیست، خیلی 5 سال پیش آپلود شده در یوتیوب، ولی که بسیار شنیدنی بود. امید که زنده باشن در قید حیات و سایه‌شون مستدام باشه و همینجور آهنگا رو ازشون با هم دیگه بشنویم و عشق کنیم. شما هم نظرتون رو بنویسید، خوشحال میشیم. خیلی زود برمیگردیم. خدا به امرتون.